این ویدیو وایرال میشه. یه ویدیویی هست از یه هوش مصنوعی پرسیدن که انسان‌ها چه شکلی میشن در آینده. خب یعنی تکامل انسان‌ها از اول تا آخر چی هستش؟ آینده انسان‌ها چی میشه؟ چه شکلی میشن؟ خب ببین، از میمون‌ها شروع شدیم و انسان‌های اولیه و غارنشین و دوره رنسانس، حالا دوران شوالیه، دوران قرون وسطا و میرسیم حالا به دنیای مدرن. الان شد زمان حالا ببین چه اتفاق میفته. تبدیل میشیم به سایبورگ. شیت. حالا ببین چی میشه. میشیم کاملا یه ربات. نه ربات پسر یعنی چی؟ صبر کن، هنوز جای وحشتناکش مونده. تبدیل میشیم به فاکینگ سیم. خدای من، سیم. حالا سیم معنیش چیه؟ میشیم تکنولوژی. خودمون میشیم دنیای شبیه سازی.